هرگاه دیدی که در حیات موفق نیستی و ریزقت کم شده و رنج میبری، بدان که این از شومی گناهی است که مرتکب شده ای. این همچون یک آگاهی از جانب خداوند است تا به سوی او برگردی، تا از راه خطا برگردی و راه درست را انتخاب کنی، راه راست را، راه خداوند ذوالجلال را. درباره برکت احسان و استوار ماندن در راه خداوند حدیث ها و قصه های زیاد نقل شده است. خداوند ذوالجلال پاداش نیکوکاران را حتی در همین دنیا داده است و به همگان معلوم است که عملهای صالح سبب می شوند تا بنده به اجر و پاداش نائل گردد، در حفظ و پناه خداوند باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می گوید خداوند را یاد کنید شما را یاد می کند. اما در مقابل این خداوند می فرماید خداوند را فراموش کردند و خداوند آنها را فراموش کرد. برادران عزیز، قانون و قاعده های الهی چنین است: با خداوند باش، خداوند با تو می باشد، کمکت می کند و نگهبانت می شود، هدایتت می کند و مشکلاتت را آسان می کند و درهای بسته را برویت می کشاید. از خداوند دور شدی و او را فراموش کردی، تو را فراموش می کند و تو را به خودت می گذارد، درها را برویت می بندد. این قانون الهی است، این منهج ربانی است، سخنی بافته ای نیست. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین، این خبر مانند آن که شما سخن میگویید راست است. و کیست که در سخن از خدا راستگویتر باشد؟ و کیست وفا کننده تر از خدا به عهد خویش؟ بیایید به این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم گوش اندازیم که درباره ما چی میگوید و ما را تعلیم میدهد که چطور باید از نحسی گناه دور شویم. گوش اندازید درباره نحسی گناه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید مردی را گناهش باعث می شود تا از رزق محروم شود، یعنی گناه تو را از رزق محروم می سازد، گناه در رزق را برویت می بندد. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید در حالی که خوراکش حرام، نوشاکیش حرام، پوشاکش حرام و از حرام غذا گرفته است، پس از کجا دعای او اجابت شود؟ یعنی گناه و معصیت مانع اجابت دعا می شود. و اما هر کی عطا کرد و پرهیزگاری نمود و سخن نیکو را باور داشت، پس برای او رسیدن به آسایش را آسان میکنی. تصور کنید فاما من اعطى واتقى، یعنی هر کسی عطا میکند و پرهیزگاری میکند، صدقه میکند، مردم را کمک میکند، انسان خوبی است، خیر میکند، فسنیسره للیسری، یعنی برای او رسیدن به آسایش را آسان میکنی، یعنی زندگی آرام و آسایشته و خوشبختی و سعادت را برایش مهیا میسازی. این وعده خداوند است. خداوند مشکلی این گونه انسان را در دنیا آسان میکند. این انسان موفق و با برکت خواهد شد. اما گناه سبب اساسی مشکلی هایی است که بالای انسان می آید. خداوند میگوید و از مصیبت ها هرچی بر شما برسد، پس به سبب گناهی است که دستهایتان به عمل آورده است. یعنی سبب همه این مصیبت و تنگدستی و فقری که بالای ما می آید، همه‌اش از نحسی گناه خود ماست. خیر همه از جانب خداوند است. شر و بدبختی را باشد سببش خودی ما هستیم. خداوند میگوید آنچه از نیکویی به تو رسید از خداست و آنچه از بدی به تو رسید از خودی تو است. یعنی ناکامی یا فقر و تنگدستی که در دنیا بالای ما می آید، سبب این همه خودی ما هستیم. این ماییم که خداوند را فراموش کردیم که ما باید همیشه با الله باشیم و باید الله در زندگی ما در درجه اول باشد. لیکن متاسفانه چنین نیست. الله در حیات ما در درجه اول نیست. ما در حیات پیش از همه خود را میبینیم، همه موفقیت را از جانب خود میدانیم، تنها خودم میگوییم و بعد مال و شهوت ها و دنیا میایستد و شاید بعد از این همه الله باشد. با این حال ما چگونه توفیق بخواهیم حال آنکه خداوند در حیات ما در جای اول نیست؟ و مطلب دیگر این نبودن برکت در حیات ما است. خداوند ما را وعده داده است که اگر به راهنمایی های او روی آریم و به آن عمل کنیم، به ما برکت میدهد. به وعده خداوند گوش اندازیم. پیش از این باید بدانیم که وعده خداوند راست است. و کیست وفا کننده تر از خدا به عهد خویش؟ به درستی که خدا وعده را خلاف نمی کند. و کیست که در سخن از خدا راستگوتر باشد؟ خداوند می گوید و اگر اهل دهه ها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند، بر آنها از جانب آسمان و زمین برکت ها می کشادیم. این وعده اول است. وعده دوم: پس گفتم از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، همان او آمرزنده است تا بر شما از آسمان بارانی پی در پی فرستد. برکت های از آسمان می آید.
و با اموال و فرزندان شما را مدد کند و به شما بوستانها بدهد و برای شما جویها پدید آورد. هر کی از مرد یا زن عملی نیک کند و او مؤمن باشد، همانا برای او زندگی پاک آماده میکنیم. اگر ما به این راهنمایی های خداوند چنگ بزنیم، درهای خیر و برکت برای ما باز می شود. عزت و سربلندی هم از جانب اوست. هر کی عزت خواهد، پس همه عزت یکجا از آن خدا است. گناهان باشد برکت را از عمر انسان نابود می کنند. برکت رزق، برکت علم، برکت عمل، برکت طاعت و در آخر برکت دین و دنیا را می برند. و یگانه سری که انسان با آن در دنیا و آخرت کامیاب می گردد، این استوار ماندن در دین است. گر بر راه درست استوار می ایستادند، البته آنها را آب بسیار می نوشانیدیم. صحابه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: ای پیامبری خدا، و من سخنی را بگو که دیگر درباره آن از کسی نپرسم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: بگو به خدا ایمان آوردم، سپس بر آن استوار بمان. یعنی امرهای دین را لازم بدان، صبر کن و برای آن از خدا کمک بخواه. او تو را کمک میکند و خیر و برکت را بر تو میریزاند. تنها باید کوشش و صبر کرد. از شهوتها و هوا و هوس دنیایی باید دست کشید و بعد میبینی که برکت و توفیق الهی، خوشبختی و سعادت بالای تو می آید. و در آخر سخن بزرگی را میگویم که فرموده: مادامی که جان در بدن داری، تو میتوانی حیات خود را تغییر بدهی.